این شخص مکارترین رهبر سیاسی دنیاست. یک رویش قبل از اقدام به جنگ مرجعی متعصب، خونریز و دشمن اول کشورهای منطقه است و خط و نشان می‌کشد. روی دیگرش پیرمردی شکست خورده که کاری به دیگران ندارد و البته جسم ناقصی هم دارد. جسم ناقصی دارم. این ناقص هزار چهره تعیین کننده سیاست کلی رژیم حاکم بر ایران است. سیاست خامنه‌ای پس از شکست در سوریه این بود که حضور رزمی ما در سوریه برای مبارزه با داعش بوده، بعد از شکست داعش هم خاتمه پیدا کرده. و اما قبل از شکست مقدم رهبری به سردار سلیمانی فرمود که برو بشار اسد رو حفظ کن. مأموریت سردار سلیمانی این بود که توی سوریه نگذاره دولت بشار اسد ساقط بشه. اون موقع هنوز داعش نبوده، مسلحین مخالفین بشار اسد. سیاست خامنه‌ای و رژیمش سالها این بود که گروه‌های نیابتی برای جنگ در منطقه بسازد و این را آشکارا و با افتخار اعلام می‌کردند. امروز هشت شعبی عراق ایرانه، حزب الله لبنان ایرانه، انصار الله یمن ایرانه، جبهه وطنی سوریه ایرانه. اینا همه شده ایران. مگر این پهپادهایی که یمنی ها فرستادن و اینطور عربستان سعودی رو به خاک سیاه نشون، مگر اینجا ایران نبود؟ و اما خامنه‌ای بعد از شکست در سوریه مرتب میگن که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو در منطقه از دست داد. اینم یه غلط دیگه. جمهوری اسلامی نیروی نیابتی نداره. قاسم سلیمان فرمود اکنون 6 ارتش بیرون از سرزمین ایران برای شما سازماندهی کرد. جمهوری اسلامی نیروی نیابتی نداره. بله، به همین سادگی رو عوض می کند. خامنه‌ای زمانی که در سوریه حضور داشت و با کشتن مردم سوریه قصد حفظ حکومت اسد را داشت. درباره سوریه اشاره کنم، عبارتی است که حضرت آقا درباره این کشور به کار بردن و فرمودن سوریه ستون خیمه است. امروز بدون سوریه مقاومت در لبنان به حاشیه رانده خواهد شد. اما همین خامنه‌ای پس از سقوط بشار اسد و در حالی که دستش از سوریه کوتاه شده، بعد از این حوادث سوریه خوشحالند به خیال این که با سقوط دولت سوریه که طرفدار مقاومت بود، جبهه مقاومت دیگه ضعیف شده. اینا سخت در اشتباه. و این هم قبل از فرار مفتضحانه مزدوران خامنه‌ای در سوریه است. این را هم همه بدونن، جمهوری اسلامی قوی است. جمهوری اسلامی خیلی قوی. و حالا پس از پاکسازی سوریه از ولایت فقیه، امکاناتی که برای سوری ها امروز لازمه ما آماده کردیم. آماده ایم که بریم. آسمان ها بسته بود، زمین بسته بود. رژیم صهیونیستی و آمریکا هم آسمان سوریه رو بستن، هم راه های زمین رو بستن. امکان نداره. اگر غلطی از اونها سر بزند، جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد. گروه‌ها بنا بود از اینجا به اونجا منتقل بشه، تمام مسیر رو مسدود کردن هواپیماهای صهیونیستی و آمریکایی. F-15 ها آمدن بالای آسمان، هیچ هواپیمایی را اجازه ندادن که عبور کنه. و اما خامنه‌ای وقتی قصد حمله به کشورهای منطقه را می کند، بددهنی و خصومت را آشکارا به نمایش می کشد. کشوری در این منطقه و در شاید در همه جای دنیا به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم. دولت سعودی هم مستبد هم دیکتاتور. اما همان خامنه‌ای وقتی از کشورهای مسلمان منطقه شکست خورده و برای بقا باید ارتباطات را حفظ کند. گاهی اوقات عقب نشینی تاکتیکیه، عقب نشینی هم یه تاکتیکه. گاهی اوقات مثل پیشروی اون عیب نداره. آری، این خلاصه مرد هزار چهره خاورمیانه بود.
از جنگ افروزی تا شکستی مفتضحانه.